واتساپ رفقا چطوری؟ چه خبر؟ من نمیدونم چه داستانی هی میام دوباره شروع کنیم یه ویدیو خوب بگیریم دوباره روند ویدیو رو شروع کنیم یه چی میشه نیستیم. ولی باید سعی کنیم برگردیم. باید روند ویدیو رو بذاریم حالا هر چند روز یه بار. آقا به هر حال برگشتیم با یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با رینبو سیکس ببینیم چه خبره. خواستیم با یه 2 تا 3 تا گاو بریم، گاوا نیستن. خودمون میبینیم ببینیم چه خبره. چند وقت خودم شروع کردم از قبلم بازی میکردم بریم امروز چه خبره دیگه. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو مثل همیشه لایک کامنت سابسکرایب یاد نره. اینستا هم فالو کن. این بالا میذارم آیدیشو. بریم سراغ ویدیو. برو که رفتیم. بریم. سر بازیه چی میخواد تو سوراخ بشه؟ خود چی شد؟ اچیومنت دی گرفتی چیزی گرفتی؟ یا با پاس. سری چی بود خیلی کردم. خب موز از این برده بذار این پسر خوشگله رو بیاریم. فکر همین آدمه شیت. چرا درون انداختم؟ نه مردش چی؟ ما حالا هیل نداریم کوفتی. سیو دویم خب اوه شیت از پشت. نه با کپخان بوده. کپخان اصلا ندیدم. ات نداره میشه از این نه ما دونه دونه بریم تو دونه حالا کلتو بگید کنار. الو هولی آدم یه خیلی میکنه از توم رد میشه. بله ولی چیش که ندادم خوبه من جاده چطوری هوی یکی اونجا دیدم بکنم یه 2 تا تیر ول دادیم بریم چه خبره دیگه. او این یک هیدش خوب کجاست؟ مرسی. این پشت بود شک کرده بودم پشت باشه. شکی داشتم اینجا میتونه باشه. هم پشت خف کرده بود. خب 4میم بابا. اول نفر 4 تا کشته. بچه‌ها راستی تو کامنت ها بگین کدوم اپراتور کدوم کاراکتر رو بیشتر دوست دارین. من خودم ترمایت با همین باک. برو پایین. وی فکر می‌کنم پایین هست. اوه مای بابا باز کپکان با اش 2 بار گرفتیم. هر دوباره کپکان ما رو زد. یعنی دهن دور سرویس کپکان هر دوباره ما رو گرفتیم. ما حواس نداریم الان. این تفنگ باک خدایی یه چیز عجیب غریبیه. در اصل حواسش من حواسم نبود. این مدت نبودم واقعا دلم تنگ شد بود. خیلی خیلی واه که شاتگان گرفتم اشتباهی. اینجا عوض کنم ریدم. بده بیاد اصلا خوردیه مغزم این از ریده. فرست نمیشه اینجا میشه. هر جایی گیر میرم رینفورس بودم دیگه من اهمیت نداره. تو دفن یه ذره گیجم. الان بعضی میاد تو حمله رو گیجی. خودم دارم خودم دیس میکنم میدونم چه خبره قراره چی بشه. چی بود؟ فراست دانش
ذره کامرا بازی، دوربین بازی، عکاس خیابانی هستم. نه عکاس نه. او شت. کجا؟ صدا رو خوب نگرفتم. اوی چی دیده بود؟ چی کار کرد؟ نه برم کن بمیر دیگه بابا. کجا رفت این دیوس؟ One friendly remaining. You've been exposed. مردم. اینجا احتمالا دوباره مثل سگ بیان راش کنن چیز کنن. راش کنن بیان مثل سگ داخل. او شت. او ای من اون موقع بازی میکردم یادش بخیر. یادمه یه خاطره رو براتون این وسط بگم. اولین بار رفتم مچ ریمو زدم با رفیقام 2-2 کاستوم زده بودیم مپ هاوس. رفته بودیم و همینجوری رفتیم تو مچ رو بعد بازی کردیم. بعد من فکر کنم کپکان بودم رفته بودیم بعد 1-1 بود. اتک دفن بود فکر کنم. چی دارم میگم؟ آره دیگه کپکان دفنده دیگه. چی داری میگه پارسا؟ آره کپکان بودم بعد پسر اتک بود اومده بود داخل داشت سکیور میگرد تیر زده بود بعد استان انداخته بود من کور این دو تیر میزنم من نمیدونم من میام یه نایفی میگم برو گم شو. یعنی ما ترکیدیم اون لحظه خنده. یه بارم یه دست بود رنگ رفته بودیم کنم 3-2 نمیدونم چند تا عقب بودیم ولی دو تا راند عقب بودیم. بعد من با دسته بازی کردم تو سیستم سال 4 تا 5 سال پیش. بعد بازی کردیم و فلان و اینا چی شد من دست آخر اون مپ اون برزیل بودش. بعد کسل رو بذاریم بعد که بودشیم و رفتیم و فلان و بیسار و اینا چی داشتیم میگفتم بعد رفتیم مچ رو بریم مچ آخر بود بعد گله چیز مونده بود دیوز مونده بود منم گوشه دیوار بودم با بندیت بکنم یا گلر استودم این گوشه و اینا داشتم دوربین چک می‌کردم بعد همه گفتم مردم صدا فیوز گرفتم اومدم بیرون از پشتم فیوز رو دیوار زدم پشتش. رفیقم گفت تو پیس تو کنسول پلیر اینو کشتی همه پشماش ریخت. رفیقم پشماش ریخت و گفت مردیم هیچی بازی رو بردیم اصلا کف کرد خودش هم که پشماش ریخته بود. چجوری بردیم فکر نمی‌کردم گفتم حالا می‌بینیم. من یه دام انداختم کسا نمیدونم چیکار کنم کجا انداختم. اوه شت ای خودخواهی کردم بعد خودخواهی کردم دانش کرده بودم لامصب این پایین هست. شت حاجی کشته بودمش ولی کیل من بود لامصب. می‌بینیم بعد شانس هم هستم بزاقتا حتی این به شانس هم گند بازی خودم بود. بزنید یه دونه مونده باید همونی که من کشتم زنش مرسی جی جی. خیلی بد مردم اصلا برم ریخت. وارد تایم شد بزنیم پیدا بکنیم اینا رو.
میشن او هرچه بالا باید میریم سراغش. Op 4, last یه دونه operator مونده. standing. اوکی میرم واسش، خودم میرم واسش. فقط مچ رو بتونیم بزنیم ببریمش. اینجا هیچکی نیست. بس شت کدوم بره؟ خودم بردم. Hostiles eliminated. ای خدا اینا 2 ساعت منتظرم ولی آخر موندم آجی. راند آخر خودم وین دادم. شروع معمولی ادامه رو بد بودیم ولی پایانش خوب بود. ایوه 3 تا کیل 5 تا دف. و آقا این بود از یه ویدیو از رینبو. یه مچ زدیم و روی کانسل بزنیم نرسیم نشیم و امیدوارم لذت برده باشیم. بعد مدت برگشتیم با یه ویدیو از رینبو و ههش خوب تموم شد. پایان خوبی داشت و همین. امیدوارم لذت برده باشیم. منتظر ویدیوهای جدیدتر باشیم. کلی برنامه دارم و برای ویدیو چیزای جدیدتر و ایده زیاد دارم و قرار ایده جدیدتر بذاریم. فقط باید صبر کنیم تا آقایون بیان جمع بشن یه سری مشکلاتمون حل بشه و چیزی ندارم بگم دیگه. همین. امیدوارم لذت معده باشه. لذت برده باشین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی میرم. عشق منید. فعلا آدیوس.